میشه کورن داگ درست کنی؟ رو چشم عشق دادش. یه بسته سوسیس یا هات داگ بیار. تعدادش به خودت بستگی داره. سوسیساتو پوست بگیر و از وسط نصفش کن. یه سیخ چوبی از وسط سوسیس رد کن. یه ذره پنیر پیتزا رو با دستت لش کن و اونم به سیخ بکش. بعد دوباره سوسیس. میتونید کوچیک‌تر هم درست کنید. نیم ساعت بذارش تو فریزر. کاستو بیار و یه لیوان آرد داخلش بریز و یکم پاپریکا، نمک، فلفل قرمز، فلفل سیاه، پودر سیر، بیکینگ پودر، تخم مرغ، یه لیوان شیر و حالا بهمش. یه لیوان بیار و مواد تو بریز داخل لیوان. 2 تا کرانچی بیار و آرد سوخاری تو باش درست کن. حالا سوسیساتو داخل مواد بچرخون و بعدش زیر آرد سوخاری دفنش کن. هر موقع اینجوری خوشگل شد اوکیه. حالا بندازش تو روغن و با حوصله دو طرفشو سرخ کن و بیه کورن داگ ما آماده است. کشو بگیر، درست کن و صفاشو ببر. نوش جونتون.